امروز یک مسلمان برای ما SMS روی کرده است در روز جمعه. من گمان کردم که کدام برادر مسلمان ما را با روز شریف جمعه تبریک میکنه. نوشته است که السلام علیکم عبدالرحیم، بر تو و بر اولاد تورجان زاده لعنت خدا بود. ببینید برای چی؟ برای عقیده اتون که عقیده شما عقیده ماتوریدی است. هرچند میگم که همین بدگهرا را سخنای قبیح نگم، اما ببینید چی کار میکنند. این همون کژدمای زیر بوریا هستند، هر لحظه را استفاده برده و نش میزنند. این جوان مرد نیست که غیرت نداره، مردی نداره که مثلا روبرو بیاید روبرو گپ زنه. بعد تلفنش کشت است بدبخت. هر قدر که تلفنش کردم در حالت غضب نبرداشت. ببینه در روز جمعه این به سعادت احمق عقل فراست نداره. این نمیفهمه، این نمیدونه که ماتوریدی کی است. من به این به سعادت مراجعت میکنم، گمان میکنم که در این مسجد ما نماز میخونه که ای به شرف همه شیخا تجمع کو که تو ملعون تو چی؟ تی روبه هیلنگی همون شیخات همه را جمع کنو، کتاب توحید ماتوریدی را در پیشمون که چند صحیفه هم را میفهمن. اگر همون شیخای احمق تو در پیش ماتوریدی عاجز هستن، سخن ماتوریدی را نمیفهمن. شما را صدقه ماتوریدی کنه احمقا، شما را صدقه آدمگری کنه، پروردگار زبان تخش کنه. تو ملعونه که نه عقل نه فراست، نه خب به بنده های خدا به مسلمان ها در روز جمعه لعنت فرستی. در روز جمعه انشاءالله فردا روز قیامت من دامن این ابلهانه، این کودک های، این احمق های، دامن همون شیخ های احمق هشه که ایران هم خیلی وسوسه میکنن، زام بیش کردیم، به عقلش کردیم، دامن همون را میگیرم در پیش خدا. چی گفته است؟ از بالای منبر شعر نخوان. آقای عقل فراست داشته باشه که من قطعی ابله گپ زنم. ای موشک ابله، پیش شیخات که رفتی به همون شیخات برسان که داملا عبدالرحیم از بالای منبر حدیثای پیغمبر را دلیل آورد. آقای من نمیدونم این خلاص اختاره چه خیلی من خورد میکرده باشن، همین خیلی زام بیشو میکنن که این احمقا دیگه نه آیت هم میفهمند نه حدیث هم میفهمند. به همون شیخای بیشرفت برسان. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردیان از حضرت ابو هریره که حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی شعر میگفت. حضرت عمر از پیشش گذشت، پساندش. حسان ابن ثابت با عمر رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت کنت انشده و فیه من کان خیر منکم. من در این مسجد شعر میگفتم در زمانی که شخصی از شما بزرگتر در اینجا بود، پیغمبر خدا در اینجا بود، پیغمبر مرا مه نمیکرد. بعد به حضرت ابو هریره مراجعت کرد، گفت انشدک الله اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول عجیب عنی یا حسان اللهم ایده بروح القدس. گفت را به خدا سوگند ای ابو هریره، تو از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر به من مراجعت کرد در داخل مسجد، گفت ای حسان از جانب من جوابی مشرکان را بده. مشرکان هم طعنه و ملامت میکردن پیغمبر و دعا کرد در حق من که پروردگار حسان را توسط روح القدس، توسط جبرئیل امین علیه السلام کمک کن، به حسان الهام بفرست تا اینکه جواب مشرکان را بده به طریق لازمه. منبر میگوی در جامع السنن امام ترمذی از مادر و بیبی عایشه روایت شده است که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزع لحسان منبرا فی المسجد. پیغمبر برای حسان ابن ثابت در مسجد نبوی منبر میگذاشت و حسان بالای منبر میبرآورد و همچنانه که
خطبه خونده می شود، حسن راست ایستاده شعر میخوند در وصف پیغمبر و در وصف اسلام. آخه شما موشکا چی را دیده؟ از شعر مولوی تلخت و میکفه؟ زیرا مولوی شما را موشک گفت است؟ زیرا شما مولوی شما را همون بیوهای شیطان فتنگر گفت است؟ آخه شما همی هسته از خط و خفه شوه. من حیرانم به این بی سعادت ها چی بگم. در سنن امام نسائی و در سنن امام ابو داود به اسناد حسن صحیح روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام عمره قضا در گرد خانه خدا، این مسجد نبوی بود، اکنون من برای شما مثال مسجد حرم هم میارم، وقتی که طواف میکرد به یک روایت عبدالله ابن ابی رواحه و به روایت دیگر کعب ابن مالک که هر دو صحابه های پیغمبر هستند، پیش پیش پیغمبر قدم میزدند، پیش پیش قدم میزد، شعر میخوان: خلو بنی الکفار عن سبیلی، خلو بنی الکفار عن سبیلی، اليوم نضربكم على تنزیلی، ضربا یزیل الهام عن مقیلی و یذهل الخلیل عن خلیلی. میگفت ای کافر بچه ها، سری راه پیغمبر که شعر خدا از خالی کنه که امروز با تنزیل با قرآن که بر محمد نازل شده است چنان ضربه مرگاور بر شما میزنیم که کاسخانه سرتون از سرتو جدا میکنه و پدر از فرزندش جدا میکنه. حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا ابن رواحه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرم الله تقول الشعر. ای پسری رواحه، گفت تو پیش پیش پیغمبر خدا در خانه خدا در حرم خدا شعر میگوی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت خلی عنه. یا عمر گفت کردارش نشا، خلی عنه فلهو اسرع فیکم من نصح نبل. شعر ای و سخن ای ابیاتی که ای میگه برای مشرکا از تیر از پیکان دیده سوزانتر ای پیکان دیده زودتر اصابت میکنه، ایو را جاناشو سوخته است. اگر تیر در بدن اصابت کنه، آخه سخن شعر ای مردک در جانشو اصابت میکنه. من راستی که به تاب شدن ای ابله ها را میفهمم، وقتی که شعر مولوی را میگوی آخه جانشون را درد میگیره. موشک که موشک میگه و میگه تو بشتر سرپنجه نرو، تلخشو نمیکفه، تلخشو میکفه. اما از خودتو گیله کنه ای به سعادتو مرد باشه، بیای مرحمت راهی ما کشاده است، من رنگ شما پنهان نمیشم، من رنگ شما تلفن من نمیکشم. نوجوان مردو غیرت داره، بیای من پاسخ سوال شما را بتم. اما باز تاکید میکنم که فردا روز قیامت از همون مردمی که این ابله همان قرد کردیان احمقش کردیان در پیش خدا حق طلب میکنم. انشاءالله دست در دامانشو میزنم، حق طلب میکنم. اگر نماز خونده باشن، روزه گرفته باشن، از این به سعادتو میزنم بگیرم انشاءالله.